زهرماره حیوانه چطور؟ یالا سلام. میگم ما امشب خونمون مهمون اومده. خوب درک نه من امشب میخوام خونه شما بخوابم، جا نیست اینجا. میخوابی اینجا بخواب، ولی من شبا لگد میزنم نه من اون گوشه میخوابم. اون گوشه نمیدونم، هر جور خودت راحتی برو بخواب، ولی گفته باشم من شبا بدجور لگد میزنم. اون گوشه میخوابم. باش برو. چه غلطا آقا پسر. چرا میزنی؟ من قبلا هم بهت گفتم شب بشه من لگد میزنم. احمق تو که بیداری. مگه من گفتم تو خواب لگد میزنم؟ گفتم شب بشه من لگد میزنم. الانم شبه، گو اضافی نکن بخواب.